در حقیقت همین است و با عبدالرحمن فاتح اگر او خواهد که بحث کند، بحث کننده ها که می تواند که منهجی بحث کند خیلی زیاد است در بین برادرای ما که او برادرهای ما را جاهل میگوید که شب و روز در آموزش منهج مشغولند. کم است برادرای ما که حدیث ها را از یاد نکرده باشد، لااقل 40 را. کم است که نواقض اسلام را از یاد نکرده باشد. اکثر 40 از یاد، نواقض از یاد، اصول ثلاثه از یاد، توحید از یاد، عمدة الاحکام از یاد، یعنی خیر رفته شدند. عقیده رازیان کو بالطاغوت، اکثر اینها شرح این مسائل آموخته. در کجا هست این چنین تعلیم و این چنین منهج در نزد عبدالرحمن فاتح؟ یک بلاگر است، بلاگر، ملا بلاگر. بلاگر نابرآمد میگیم که بوکه ندارد. ملا بلاگر برایت نصیحت کند بوکه ندارد، اما یک بلاگر برایت بلاگرانه به منهج اهل سنت معامله کنه، این احمقی است. این میخواهد که منهجی که ما داریم رفته شدیم در اساس منهج سلف صالح میخواهد که بلاگرانه معامله کند، نمیشود. این البته که ناممکن است. و ثانیاً برادر عزیز ما اسماعیل گفتند که این مسکین عبدالرحمن فاتح مدخلی گفته است که من شما را چالش میکنم که کفرهای مرا اثبات بکنید. بیاید من کفرها و شرکای او را یک به یک نقل میکنم. ان شاء الله هم در این صحبت میستد، هم جدا کرده گذارید و هم به خودش رسانید، شاید یک فکر کند. اولین کفرش مشرکی واضح و انیق و دقیقی که قبر پرستی میکند، طواف به قبور، ذبح به قبور، استغاثه از قبور، نمود انواع عبادت رو به قبر انجام میدهد که الله سبحانه و تعالی این را مشرک گفته، رسول الله مشرک نامیده، اجماع صحابه تابعین تبع تابعین مشرک است. این آقا می آید عبدالرحمن فاتح مسکین مشرک را مسلمان میگه. کفر است یا نیست؟ بله کفر اکبر است، کافر است. عبدالرحمن فاتح به همین عقیدش کفر است. کفر مناط کفرش چی است؟ مناط کفر عبدالرحمن فاتح در این مسئله چی است؟ تکذیب آیات های قرآن، تکذیب قرآن است. دیده، دانسته، فهمیده ده ها آیت رو در این مدت 4-5 سال ما رسوندیم، اما باز نمیگد. هر کسی که شرک اکبر میکند، این نفهمید، این مقلد بود، این بود، آن بود، این مشرک مسلمان بود میگد. الله سبحانه و تعالی غیر از اکراه دیگر هیچ چیز را در مسئله شرک اکبر و کفر اکبر عذر نداده. سوره نحل آیه 106 یگانه عذری که الله گفته اکراه یا اون چیزهایی که به معنای اکراه باشد، نبودن قصد، به مانند مجنون شدن یا کودکی که عقل ندارد، یا به مانند بارک الله فیکم چی، به مانند سبقت اللسان و غیره که در زیر قصد نداشتن، در زیر اکراه. اما جهل الله عذر نگفت، تقلید عذر نگفت، تعویل عذر نگفت، خطایی که به قصد است عذر نگفت. خطا هم بدون نبود تقسیم شد. اینا نمیدانند، خودشون علامه میگیرند اخطأ و یخطئ. خطأ یعنی فعل مجرد و مزید از همدیگر فاعلش فرق کردن نمیتونه. اخطأ و مخطئ که خطأ هست یکیش فعلی ماضیش دیگر است، یکیش فعلش خطأ و یکیش اخطأ، یکیش فاعلش خاطئ و یکیش فاعلش مخطئ. یک خطاکار است که قصد و یک قصدکار است که قصد ندارد، فرق دارد. نمیدانم. بالاخره کفر اولش همین است که مشرک ها را مسلمان میگوید. مشرکی که در دستش حتی قرآن رسیده، حجت رسیده، حالا کجا رسد؟ مشرک جاهل نه، مشرکی که در دستش قرآن و سنت است، کفر است. بالاخره در این مسئله دیگر است که ما یک خلاف دیگر به این جهمی ها داریم که حجت چی است، فهم حجت شرط نیست که این مدخلی ها ساختن گفت. یکم کفرش همین است. دومین کفرش حکم کردن به حکم غیر الله را کفر دون الکفر، کفر اصغر میداند. در حالتی که الله
سبحانه و تعالی حکم غیر الله را شرک اکبر میگه. ولا یشرک فی حکمه احد. در حکم الله کسی رو شریک قرار ندید. حکم این از توحید است و حکم کردن به حکم الله از توحید است. حکم کردن به حکم غیر الله شرک است. اینا فقط یک آیت سوره مائده آیت 44 رو میبینن که این آیت به زیرش به روایت ابن عباس میبرند، قسم ضعیف گفتن، قسم صحیح گفتن، لیکن این درباره ترک است. اینا جوهلا نمیدانند که حکم کردن یک مسئله است، ترک کردن یک مسئله است و ترک هم ترک عمومی هست و ترک یک دو سه مسئله هست، فرق نمیکنه و تبدیل هست و الزام است. بالاخره به همه این مسائل اینو کفر است. ما همه اینا جمع کرده فقط برای شما 10 تا کفر نشان ندادیم. هر مختصرا گفتیم دومین کفرش حکم غیر الله که امروز هست حرام الله حلال میکنه، حلال الله حرام میکنه. دین الله جنایت میگوید، دین الله به عمل کردن جنایت میکنه. در نزد این همین حکم، در نزد این مشرک همین حکم کفر اکبر نیست، این طاغوت نیست. ولی ما طاغوت بمیریم، طاغوت نیست در نزد اینا. اگر گوید که این حکم طاغوت است، کسی که همین طاغوت حکم کرد کافر است. بالاخره دوم کفر اکبرش. سومین کفر و شرک اکبرش مراجعت کردن به محکمه های طاغوت را مطلقاً گناه کبیره یا کفر دون الکفر که کفر اصغر همین گناه کبیره میدونند. بعضی از این جهلا حتی گناه صغیره و بعضی از این غلات اجر و ثواب واجب میدانند. ما حالا من باب کمی صحبت‌های عبدالرحمن فاتح مشرک در این مسئله گوناگون است. واجب هم گفتگی حالتاش، یعنی ضرور چیکار کند مسلمان؟ ضرور است که رود مراجعت به محکمه کند این آن، یعنی ضرورات به رفته مراجعت به محکمه طاغوتی را واجب میداند. در غیر ضرورات باکی ندارد. میگه شما فهمیده شده؟ ما ضرورت داریم، ما مسائل ضرورات داریم. المحظورات تبیح الضرورات تبیح المحظورات. یک قاعده این به مسائل اصلی دین تعلق ندارد. بعد از این اضطراری داریم، مسائل ظاهر به تعلق دارد، اصل بنی. و بعد از این مسائل اکراه داریم. این جاهل مسکین نه مسائل ضرورات را از اضطرار و از اکراه، این سه مسئله را از هم دیگر فرق نمیکنه. البته من چرا این خیلی کلیدهای علم را گفته شدم، موضوع ها را گفته شدم، ان شاء الله بعد از این موضوع هایی که من حالا گفته شدم گفته ببیند، به شیخش یک تماس گیرد، شیخ گوگل یک نویسد به گوگل که اینو غیر از همین شیخ گوگل و ربیش دیگر شیخ ندارد. مرامت به گوگلش نویسد چی گفته. البته به شیخ‌های جهمیش رود، اونها همین چیزی که من گفتم میگن. شیخ‌های مدخلیش به نام این و آن و محدث و غیر محدث جهمیش است که اینو دارد، مرد به اینو رود، اینو میگه که بله کفر دون کفر است، میگه این باکی ندارد، میگه مراجعت به محکمه طاغوتی شرک نیست در نزد این سیومین کفر اکبرش است. مراجعت به حکم، مراجعت به طاغوتی که الله در سوره النساء آیت 60 آشکار واضح تکفیر کرد. نه فقط رفتن مراجعت به محکمه طاغوت، اراده کردن را، اراده. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. مسئله این سومین کفرش بود. یعنی الله سبحانه و تعالی در اینجا نفی کرد ایمان، اصل ایمان کسانی رو که اراده میکنن، نقشه میکشند، میخواهند که مراجعت به محکمه طاغوت کنند. اگر گفت که اصل ایمان است، مرام تفسیر سعدیه که عادی ترین مختصرترین تفسیر برای کودکای مسلمان خونده میشود ببینید. اصل ایمان این کار میکند، کسی که مراجعت به محکمه طاغوت کنه اصل ایمانش نابود میشد، کفر است. کل مراجعت نکرده خواسته. این مسئله تحکیم، یعنی شرک سومش در مسئله تحکیم است، در نزد اینا مطلق. شرک چهارمش جایز دانستن مطلق انتخابات های کفریه که انتخابات تشریعی هست. انتخابات هایی که تشریعی میروید انتخاب میکنید یک حاکمی که به حکم غیر الله حکم میکنه، این مطلقا ناجایز و واجب میگه. و از سخنهای علما که معناش نفهمیدن میورند یا توبه کردگان میورند نمیدونند. سوم کفر، این سوم کفرش، بله چهارم کفرش. پنجم کفرش
مشرعین، کسانی که قانون میبرارند، قانون میسازند، اینها پادشاه نیست، حاکم نه، اینا هم دپوتات هایی که قانون میبرارند. یعنی همه خود دست جمع میگن مثلا شراب جایز است نوشیدنیش، جزا نیست برای این. هر کسی که ضد شراب سخت مبارزه برد، این آدم چی است؟ جنایتکار است. زنا حلال است. این آن همین دپوتات ها یا همین نماینده ها یا همین قانون برارها را، اینها گناهشون چی میگن مشرع ها را؟ دون الکفر، کفر دون الکفر، باقی ندارد میگه. حالا که به اجماع ثابت است که هر کسی که حلال الله را در بین مسلمان ها گشته حرام میکند و حرام را حلال میگه کافر است. این پنجم شرک کفرش، پنجم مناط شرک کفرش است. از پنجم دروازه که باید این توبه کند. پنجمین شرک و کفر اکبرش است. ششمین شرک و کفر اکبرش کسانی که کفر به طاغوت ندارند که الله اینها را مسلمان نمیگه، این آمده مسلمان است میگه. البته این باز همین مناط تکفیر میره. یکی اینه ما اگر کمی ایوازتر کردیم، کفر به طاغوت در نزد این وجود ندارد. کفر به طاغوت اصل دین نیست. کفر به طاغوت این مذهب دین خوارجو است میگه. یعنی کسی که کفر به طاغوت کتی از سبب کفر به طاغوت نداشتنش کافر گفته شود، میگن این خوارجو اینو تکفیر میکنه. برای چی؟ برای که در دین اینها کفر به طاغوت وجود ندارد. کفر به طاغوت یک امر عادی است و هر کسی که کفر به طاغوت ندارد در نزد اینا مسلمان است. برای همین هر کسی که مشرک تکفیر کند و بگوید که مشرکا طاغوت پرستند، مثلا قبر پرستند، ملت ابراهیم ندارد، این میگه اعوذ بالله، کفر به طاغوت میگه دیگر مسئله ندارد، میگه بیزار کردید به همین کفر به طاغوت. چندین بار به ما اینا جوهلا گفته بودن. یعنی اینا چی میگن؟ بدون کفر به طاغوت هم آدم مسلمان میشود. یعنی لا اله الحق در کار نیست میگه، همین الا الله بس است. شما فهمیدید؟ از لا اله الا الله رکن اول به اینها ایمان ندارد، کافر است. عبدالرحمن فاتح رکن اولی لا اله الا الله. کفر به طاغوت آدمی نداشته ها را الله تکفیر میکند، این مسلمان میگه. در دین اینا کفر به طاغوت نیست. در دین اینها کفر به طاغوت داشتن خوارجی متشددی تکفیری است. به این تعنیش الله والعیاذ بالله تعنو بدین الله، تعنو رسول الله تکفیری و خوارج میگه. زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم بدون کفر به طاغوت اسلام هیچ کسی رو صحیح نگفت. من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله و دمه. بعد از این بود دیگر این اول اسلام بود و بعد از این اضافه شد بر این که امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه اذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقه. یعنی کفر به طاغوت و ایمان بالله، نماز و زکات از کجا است؟ در کجا کفر به طاغوت در مذهب این جهمی عبدالرحمن فاتح و هم فکران و هم نظرانش است؟ هیچ وجود ندارد در گرد اطرافی. چندمین کفر؟ پنجمین یا ششمین کفر؟ ششم یا هفتمین کفرش کسانی که ملت ابراهیم ندارند، یعنی کسانی که حنیف نیستند، کسانی که ملت ابراهیم نیستند، آنهایی که الله سفح گفته، کسی که از ملت ابراهیم گشته سفح، این به عقلای مشرکینه که در ملت ابراهیم نیستند، همونها را الله تکفیر کرده. این آدم اونها را مسلمان میگه. یعنی در دین اینها ملت ابراهیم اند نباشم تو مسلمانی. ملت ابراهیم چی است؟ سوره ممتحنات 4 الله میگه که قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم ان براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله. ملت ابراهیم این براءت از مشرکینه که قبر پرست است و براءت از شرک و دشمنی و عداوت داشتن نسبت اونها. انا همین را میگن ملت ابراهیم و این اصل دین است و بدون این انسان حنیف نمیشه. شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب هم در کتاب معنی الطاغوت بیان کرد، یا رساله معنی الطاغوت، و در قواعد و در بسیار جا بیان کردن که الحنیف، حنیف کی است؟ کسی که یعبد الله یعبد الله مخلصا له الدین، یگانه الله عبادت میکند و شرک ترک میکند، کفر ترک میکند و از مشرکین براءت میکند. و این براءت از مشرکین تکفیر مشرکین کتی میشه و اسلام همین براءت از کفار مشرکین است، ایمان همین است و البته که ملت ابراهیم و کفر بالطاغوت است.
اما این میگه که نه، ملت ابراهیم اندر نباشم تو مسلمانی. برای همین یگان مراتب شما دیدید که اینقدر سال در این گروه ها داد و فریاد میکشد که ما مسلمانیم، ما رو مشرک نگوید، کفر به طاغوت رو کلمه گفت زد. چند سال است که ما گشته و برگشته کفر او را تکرار میکنیم، ده ها کفر شد، انا این کفر تو، انا این کفر تو، انا این کفر تو، و یگان مراتب نمونده و همیشه گفتیم که کفر به طاغوت نداشته ها را مسلمان میگه و خودش کفر به طاغوت ندارد، لشکری طاغوت ها را مسلمان میگه که میبینیم. و ملت ابراهیم نداشته ها را مسلمان میگه، اما الله در قرآن ملت ابراهیم نداشته را کافر میگه، کفر به طاغوت داشته نداشته را کافر میگه. الله حق میگه. آخرین جاهل گمراه است، در غیر قرآن و سنت میرود. ترسم نرسی به کعبه عربی، این راه که تو میروی به ترکستان است، این راهی که تو میروی حق میگویی عاقبت جهنم است، این جنت نیست، حق نیست. و بالاخره ما بیان کردیم، لیکن چرا مدت 5 6 سال هست که ما بین همدیگر چقدر رد و بدل زدیم، یک مرتبه نبرآمد و نگفت که کفر به طاغوت این است، بله کسی که کفر به طاغوت نداره کفر است. لااقل به منهج جهمیگیش عمومی به منهج جهمی نگفت، میمیرد. برای آنکه بعد از اینکه کسی که طاغوت را کفر به طاغوت نورزیده باشد کافر است میگود، این بعد از یک چند وقت مجبور است که طاغوت کیست به مردم بگوید. و بعد از این طاغوت پرست کسی که درباره طاغوت گپ میزنه، طاغوت کیست باید گپ زند. بعد از این طاغوت پرست کیست باید گپ زند. اینا نمیدراید، برای اینکه اینا میداند که اینها بدون کفر به طاغوت و بدون ملت ابراهیم آدم ها را مسلمان میگن، الله کافر گفته ها را مسلمان میگن، و اینها طاغوت ها را مسلمان میگویند و اینها طاغوت پرست ها را برادری مسلمان میگن. این هفتم یا ششم کفرش بود. هفتم کفرش یعنی ملت ابراهیم نداشتنش. هفتم کفرش این کفر این است که لشکرانی که قدم به قدم مظاهره و معاونه به امریکا کردند در افغانستان یا در روی گجای زبان نباشد، همراهی لشکرهای افغان امریکا باشند و مسلمان کشی کنند، اینها رو من نمیتوانم که کافر بگم، میگه اینها جاهلن، مسلمان هم میگه. عیناً همین عقیده رو مبشر مسلمیاری حالی که مشرک مرده داشت که اینها بعد از مورد زدن به او داد و فریاد تا به حال میکشند، حالی که مشرک بود، مشرک حالیک. و این حاضر مشرک است، مراد حالیک مشرک میشد. کافر مشرکین اگر این مراد این خطوبه اینم حالیک است. بالاخره اینا چی میگن؟ اینا لشکران طاغوت مسلمان میگن، لشکران طاغوتی که به اجماع کافر است، لشکرانی که مسلمان کشی میکنند، به شکننده هشتم اسلام غلطیدن، موالات به کفار کردن، به کفار یک تشد مسلمان کشی کردن. والله که خودش به دهانش میگه برادران منتشر کنید، خواهش میکنم در این گروه همه جا گذارید این سخنش. میگه قدم به قدم امریکا یک لشکری که خودش مسلمان میگه همراه او قدم به قدم او زده مسلمان کشی کند، میگه من او را کافر میگم. کی کفر است؟ پس الله چی گفت؟ و من یتولهم منکم فانه منهم نفت. هر کسی که از شما اونها را موالات کردند، موالات یعنی مظاهره، معاونه، کمک، نصرت، یاری، از همه بزرگترین موالات و معاونه و نصرت همراه اونها یک شده مسلمان کشی کرد برای نصرت کفر، ظاهر شدن کلمت الشیطان و کلمت الطاغوت، برای تطبیق حکم غیر الله کردن در نزد مسلمان است. و هر کسی که عجایبات شمین است که هر کسی که حال میریم این هفتمین کفرش است، هشتمین کفرش، هشتم یا نهمین کفرش این است که بارک الله فیکم، الکی خوب دقت بدید، مسلمان ها شیعه های عامه مسلمان است، شیعه های عامه در نزد مسلمان است. میگوید که علمای شیعه کافرند برای اینکه اینها دیده و دانسته کفر میکنند، اما این شیعه های عامه که میگه قبر پرستی میکنند، الله و رسول دشنام میتیند، مثلا قرآن تحریف شده میگن، مادرمان عایشه مثلا فاحشه میگن والعیاذ بالله لعنهم الله رافضه الخبثاء، و بعد از این اماماشون معصومین میگن اله گرفتن حضرت علی را و پیامبر باید علی شود میگفتند، الله جاهل میگن، عقیدت البدا اعتقاد دارند، اینها میگه جاهلند، اینا مسلمان هم میگه برادران مسلمان شیعه ما میگه.
کفر است یا نیست؟ بله کفر است. این هشتم یا نهمیش. دهمین کفرش و ما اینا حتما به اذن الله همین شب به طریقه مقاله هم میبرم، کفرهای آقای قطنبه. و بعد از این دهم کفرش میگوید که هر کسی که عاذر المشرک را تکفیر کند خوارج است، غلات است و ضال مضل است. عقیده منهجی سلفی صالح که عقیده اجماعی هست، اجماع ثابت شده روشن را در تکفیر عاذر المشرک عقیده ضال مضل میگه. با این عقیدهش کفرش این است که اجماع ثابت شده عقیده سلف صالح را عقیده ضلالت و گمراهی میگه. جماعت سلف ضلالت و گمراهی میگه. هر کسی که یک اعتقاد ثابت شده که در زمان سلف ثابت شده بود بیاید و دیده و دانسته و فهمیده که کتاب در پیشش هست، ما 100 بار مصدر گفتیم، اما تو کشا میبینی، احمق جاهل مسکین کشا میبینی 10 کتاب به اجماع ثابت است که عاذری را به دو قسم تقسیم کردند، به تفصیلاش بیان کردند. این می آید میگوید که انمین عقیده را کسی داشته باشد، انمون ضال و مضل و گمراه است و خوارج است. منهج اهل سنت به یک طرف زده میکنه، اجماع ثابت شده را انکار کرده حجت است. حجت، اجماع ثابت حجت است. البته در نزد خوارج ها اجماع ثابت شده کفر است و در نزد جهمی ها اجماع وجود ندارد و به اهمیت احمق است. در نزد اهل سنت و الجماعت نظر بکنید به کتاب نظر بکنید به کتاب الرساله که امام شافعی رحمه الله چی میگن؟ میگن که یک مسئله را از قرآن نیافتی، از سنت بیاب، نیافتی از اجماع صحابه بیاب، نیافتی به اجماع سلف بعد از صحابه نظر کن. هر اجماع اگرچه تو از قرآن دلیلش دیده نتوانستی، اجماع حجت است اگر ثابت شود. کسی اجماع ثابت شده را آمده زلالت گوید، اجماع صحابه تابعین تبع تابعین در بالای عاذر المشرک ثابت است و همین عقیده را زلالت بگوید، این ابوبکر و عمر و عثمان و علی عشره المبشره، اهل بدر، بیعت الرضوان، مهاجرین الانصار، التابعین لهم باحسان، همه این سلفه ضال و مضل بود. من اثبات میکنم که عاذر المشرک به ما حلقه داریم، شما گوش کردید. از همون قرآن و سنت بعد از این ابوبکر و عمر یک به یک اثبات میکنم، 100 دلیل فقط از سلف میاریم که عاذر المشرک کفر است. این دهمش کفر است که تمام صحابه را والعیاذ بالله عقیده منهج قرآن و سنت و سلفه منهج و راه و روش زلالت میگه، کفر میگه. اینا میگه خوارجی و گمراهی ضال و مضل میگه. یعنی کدام راه حق بوده است؟ مشرک مسلمان گفتن حق بوده است. دوم، این نهم یا دهم یازدهم عقیده کفری نمین است که میگه در مسئله مشرک گفتن یا نگفتن در آخر این کفر جدیدش است، اختلاف است. میگه ببینید، اولا عبدالرحمن مسکین این جاهل احمق سال 2020 و 21 یا 21 و 22 که زبان درازی را شروع کرد، دلیل فقط می آورد که قال فلان و فلان گفته جهل عذر است، گفته دلیل می آورد، حدیث ها را آورد و اثر را آورد، ما همیشه جواب دادیم بله ذاتاً و تو مردی که خوش سوزاندن گفت و ابن تیمیه و غیره. ما جواب گفته زده میده کردیم که در این مدت 3-4 سال یک زینه عقب رفته. و کجا رفته؟ مسئله اختلافی است. نامعقول کردی کافری. تو کسی که مشرک مسلمان گفتن و یا مشرک گفتنش به اختلاف است، ثابت است از سلف، میگه کافر به منهج پیامبر شد. در کجا صحابگان رضی الله عنهم در مسئله اصول دین کسی که توحید ترک میکند، کسی که شرک آشکار واضح میکند اختلاف کرده باشن که همین کسی که شرک اکبر کرد مسلمان است یا کافر؟ کی اختلاف کرد؟ کنی به من اختلاف ذکر بکنه سلف. منهجی گپ زن مسکین، به من 4 اشعری را آورده نگو اختلاف هست گفته، به من 4 عالم مدخلیت گمراهی ضال و مضلت که تو به این میگوی علامه میگوی برای تو است نگو، بس خلای اینا را قبول نداره. تو به من یک عالم معتبر خواه عصر حاضر که علمای بزرگی اهل سنت و الجماعت باشد، منهج اهل سنت که مشهور شده باشد، نه مدخلی نه جهمی به شیخی خودآموز نباشد، و یا از متقدمین
یا از سلف صالح که اصل سلف است، بیا اثبات کن که در کجا سلف از صحابه تابعین تبع تابعین یا متقدمین یا امروز علمای اهل سنت در کجا اختلاف کردن که یک نفری که شرک اکبر کرد الله داش نام داد، قرآن دیده و دانسته به بالایش وسخ و افلاسی را پرتافت، رفت قبر به عقل به اختیار خودش پرستش کرد، طواف کرد، به حکم غیر الله حکم کرد مطلق. کی نه مسلمان گفته است غیر از جهمی گمراه خبیث حزبی یا عازری مدخلی؟ کی نه علماء سوء تواغیتی کی نوره مسلمان گفت بسم الله بیار؟ هیچ کسی اختلاف نیست در مسئله اصول دین. در زمان صحابه، تابعین، تبع تابعین، قرون المفضله، سلف صالح هرگز به هم دیگر اختلاف نکردند در مسلمان بودن مسلمان و در کافر بودن کافر. کسی که اسلامش ظاهر است، شهادتن میگوید و نماز میخواند، مسلمان است، از او کفر اکبر شرک اکبر دیده نشد. کسی که خودش مسلمان میگوید و نماز میخواند و کفر اکبر شرک اکبر از او دیده شد، به اجماع کافر است. اما تکفیر اسم است نه معذب. تکفیر اسم معذب این جهالا فرق کردن نمیتونه. و همین عقیده ابن تیمیه بود و همین عقیده بعد از سلف بگیم علمای متأخرین، ابن تیمیه، ابن القیم و علمای نجد، اینا علمای متأخرین هستند، همهشون عقیدهشون همین. اما علمای متقدمین بله البته علمای سلف که در این مسئله هزارها اجماع را داریم، هزارها قصه و ادله و دلالت به اجماع های صحابگان داریم. اگر دقیق رویم، نه اگر دقیق نه و ظاهرش فقط گیریم، صدها دلیل ظاهر داریم. بالاخره بارک الله فیکم، این بود کفر دهم یا یازدهمش که اختلاف دعوا میکند که صحابگان اختلاف در توحید داشتند. بعضی ها توحید داشته ها را مثلا همه توحید داشته ها را مسلمان میگفتند، اما اگر یک قسم آدم توحید نداشته باشد، ملت ابراهیم نداشته باشد، کفر به طاغوت نداشته باشد، قبر پرست باشد، هم بعضی صحابه ها قبر پرستایی که کفر به طاغوت ندارند، ملت ابراهیم ندارند، مسلمان میگفتند و بعضی صحابه نمیگفتند. گفته این خبیث صحابه ها را به این طعنه دعوت میکرد، اختلاف ثابت میکرد. از زمان سلف اختلاف بود، میگه کافر مسکین جاهل مشرک اخزاک الله بر تو که به صحابگان دنگ شدی. خوب است دروازه‌بانان رافضه، دروازه‌بانان قبوری، خدمتگاران حاجتخانه طاغوت اخزاکم الله. این دهمین کفر آشکار و واضح است. یازدهمین کفر آشکار و واضحی این خبیث نجس موحدین خالصینی که در تطبیق لا اله الا الله حرکت میکنند، که یعنی برای ظاهر شدن لا اله الا الله دعوت میکنند، لا اله الا الله و دعوت میکنند و لا اله الحق و کفر بالطاغوت و براءت. و این مشرکی که شرک میکند این طاغوت پرست است، ملت ابراهیم ندارد، میگن این حاکم جو لشکرش اینا به میروند. و بعد از این میگن که الا الله یک تا پرست است. دعوت همه انبیاء و المرسلین که دعوت میکنند که ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بود. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن. قل هذه سبيلي ادعو الى الله انا ومن اتبعني سبحان الله وما انا من المشركين. و دهها آیت دیگر که فقط ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دهها آیت دیگری که اصلی منهج دعوت به سوی توحید است و ترک شرک است. موحد این کسی که قبر یعنی بگیم بالعموم طاغوت پرستی را ترک کرده، شرک و کفر ترک کرده، اسلام آورده تسلیم شده است. همین دعوت مبارکه را میکنند. انا همچنین دعوت کننده ها را اینها میگن که خوارج هستند. دعوت کنندگانی که پیروی از دعوت تمام انبیاء و المرسلین کردند، پیروی از دعوت محمد رسول الله کردند، پیروی از ملت ابراهیم کردند، انا همین دعوت مبارکه توحیدی را اینها میگه که این دعوت خوارجی، گمراهی، ضال و مضلی، یهودی میگه. و صاحبان این دعوت و پیروانش جاهل و سگای جهنم میگه. موحدین تکفیر میکنه، یعنی مجادلین از مشرکین، کسانی که دفاع مشرکین کرده موحدین ها را تکفیر
یا جهنمی سگان جهنم کافر و بال مدل میگه. یعنی این کفر 11 است. این 11 کفر صریح است. چیزی که شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة میگن که من جادل عن المشركين ويكفر الموحدين فقد كفر. کسی که مجادله از نام مشرکین میکند، یعنی از نام مشرکین مجادله این است که مشرکین دفاع میکرد، شب و روز خدمت مشرکین، دفاع طاغوت بکی اینا مسلمان است، اینا مسلمان است، اینا مسلمان است، اما موحدی که یک تو پرست است تو دعوت به سوی توحید میکرد، اینا کافر میگه، سگ جهنم میگه و خوارج میگه. این منهج انبیا و المرسلین، منهج زلالت و شیطانی میگه. کفر صریح است و قطعی است. و 12مین کفرش طاغوتای آشکار و واضح، طاغوتای آشکار و واضحی که هست مسلمان میگه. اردوغان باشد، خود دیگرش باشد، به مانند اردوغان ها طاغوتایی که کمتر ملایم تر است، به بعضی از مسلمان ها کمتر ملایم تر است، لیکن طاغوت است. ملایم بودنش و نقض بودنش به بعضی ها این دلالت نمیکنه که طاغوت است. این مسلمان گفته طرفدار میکنه. کسی که همین ها تکفیر میکند، کسی که طاغوت تکفیر نکرد کافر میشد میگه، اینها را خوارج میگه. 12 کفر صریح و آشکار که در این کفرها در بعضیش کفر تکذیب است و در بعضیش مشرک مستقیم است. یعنی خودش کفر به طاغوت ندارد، خودش طاغوت پرست است که این تکفیر کردن این جهمی طاغوت پرست واجب است برای کسانی که حالت این را میدانند. حالت قطنبه را کسی که میشناسد، عبدالرحمن فاتح قطنبه، کسی که این کفراش دید و دانست و بخصوص طاغوت پرستیش، مسلمان دانستن طاغوت هاش از همه کفر وزمینش نمین است. طاغوت مسلمان میدانه، تکفیر کردن طاغوت خوارجی میدانه. این قبوری است. این عقیده دفاع طاغوت پرست دفاع قبر است، یعنی قبر پرست است. حکم کسی که طاغوت دیده دانسته بعد از معرفت الحال حالت طاغوت میداند، از کفرش باخبر است، اما با میگه که این مسلمان است، این قبوری است، این قبر پرست است. مرد به سخنهای علما نظر بگیر. علی ابن خضیر به خصوص در این مسئله خیلی زیبا صحبت کرد. و پیش از همه ما برای این جهمی ها سخنهای سلف صالح میبریم، متقدمین میریم. از متقدمین لالکای ابن بطه البربهاری، بعد از این میرویم به سلف. 12 کفر صریح. این کفراش قبل من که گفتم که کسی که حال میفهمد کفرینه وجب علیه ان یخرجه من الاسلام. هر کسی که کفرینه میفهمد به او واجب است که اینه از اسلام خارج کرد، تکفیرش. زیرا که این به مانند کسی است که ذبح بغیر الله میکنه، سجده و طواف بغیر الله میکنه، استغاثه بغیر الله میکنه. این قبوری صریح است. وقتی که طاغوت دفاع کرد، طاغوت مسلمان. بارک الله فیکم. این بود 12 کفری. 13مین کفرش موالات با کفار مشرکین دارد. به مانند این که دموکرات ها که در از تاجیکا هست موالات اونها را حق میگوید، گروه اینها به میرد و در عین زمان 13مین کفرش گفتم من، بله 14مین کفرش براءت از موحدین دارد. موالات با کفار مشرکین و براءت از موحدین. 14 کفر صریحش به مرمد ما میتونیم همراهش صحبت بکنیم. بارک الله فیکم. این بود امروز خیلی رد شدیدی به این مسکین بیچاره زدیم و به شما برادران و خواهران میگیم که من همین کسی که ما فقط از کفر اکبر صریحش گپ زده شدیم که کفر اکبر صریح 14 کفر اکبر صریح دارد، فقط در اصول دین و مسائل بزرگ الاصولی. من نرفتم به خطاگی مسکین، من نگفتم، حالا گراماتیک به این داخل نشدم، حالا به این تلاوت آیات قرآن به خطا کردن نکردم داخل نشدم که اینها به ما همچنین شروع کرده بودن. ما کفر 15 کفر 16 کفر 14 کفر اینا میگیم، اینا بلند گپ زدی و پس گپ زدی گفته گشته است. انا که 15مین کفرش هم با نو خودش این دفعه گفته است، میگه که اینها دشنام کننده و بی ادب هستند. یعنی این تکفیر کردن مشرک گفتن در اساس مناطی که الله در قرآن گفت اینا دشنام کردن و بی ادبی میگه، کفر صریح دیگر است. این خیلی نیست، این عبادت است. تکفیر عبادت است. تکفیر
تشنم نیست، تکفیر عبادت است. تکفیر به آدابی نیست، تکفیر عین آداب است. آداب در بین موحدین است، جدا کردن حق و باطل است. و بالاخره کفر دیگری، جهمیگی دیگریش 16مینش تکفیر عام هست، میگه تکفیر عین نیست. میگه تکفیر عین این کار میکند. هر کسی که تکفیر عین کند خوارج است. میگه در این مسئله البته ما جهمیش میگیم بعد از حجت این مسائل، یعنی در مسئله تکفیرش کمی نازکتر است، لیکن این مسئله هم چندین بار حجت رسیده است، یک کفر دیگریش است. حالا من به مدخلی به اینتی گفت فلان عالم به اینتی گفت و نگفت چه نمیره. ما فقط میخوام از اول صریح گفت دادیم. مرحمت چالش به جواب نمیست. چالش او به جواب ما همون روزش میدیم، همون روز. و ما انتظار هستیم که یگان کسی باشد که به او رساند این چالش، جواب چالش بیاد اینجا، کشد از گوشش، کشد از او روی که فربیش بیارد اینجا که ما یک به یک اثباتش کنیم. سوال ها داریم و اثبات ها داریم و منهجی سلفی ناب قرآن و سنت با فهم سلفی این امت بازی نکند. خودش از ما طلب کرد که کفرهای مرا من به شما چالش میکنم که بگویید. مرا چالش کردی 16 کفر. توب الی الله توبه نصوح. توبه کن به سوی الله توبه نصوح. ارجع الی الحق، به سوی حق بازگرد و توبه کن، اینوبه کن. مسکین و این عقیده موری حالیک مشرک گفته میشه. حاضر مشرک زنده استی، بعد از این حالیک مشرک میشه. بالاخره این بود منهج اهل سنت و جماعت در این بابها یک بار فهمیدید و این بود کفرها و شرکای این مسکینی بیچاره مساکین جهلا. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.